سلام خدمت تمامی دوستان عزیز که تا اینجا ما رو دنبال کردن. از امروز به بعد حالا می‌خوایم ویدیوهای بیشتری براتون بذاریم، حالا از ورود، خروج و طول اجرای خواننده ها که ببینیم حالا چطور اجرا کرده، نحوهشون چطوره، تعاملشون با مخاطب چطوره. با اولین ویدیو با کنسرت حمید هیراد شروع میکنیم که توی تاریخ 3 فروردین 1402 تو سالن رودکی اصفهان برگزار شد. من چیزی که از حمید هیراد میپسندم اینه که تعاملش با مخاطب خیلی خوبه، یعنی اینکه میتونه به بهترین نحو ممکن با مخاطب ارتباط برقرار کنه. حالا در ادامه ویدیوهاشو میبینیم و حالا شما نظراتتون رو کامنت کنید. من که خودم شخصا موسیقی‌ها رو میپسندم، ولی خب بقیه خواننده ها هم بالاخره طرفدارای خاص خودشونو دارن و باید بهشون احترام بذاریم. حالا میریم فرود حمید هیراد رو به استیج میبینیم و بعد برمیگردیم. ورود حمید هیراد رو به استیج دیدیم که خیلی خوب بود. به نظر من صداش حمید هیراد واقعا فوق‌العاده است، واقعا صدای فوق‌العاده‌ای داره. ورودش رو دیدیم، حالا در ادامه می‌بینیم آهنگایی که در طول کنسرت اجرا کرد رو می‌بینیم. حالا قسمت‌های کوتاه می‌بینیم چون که قانون کپی رایت داره. اگه خیلی کوتاه از شما معذرت می‌خوام. خب بریم چند از آهنگاشو ببینیم و برگردیم. دنیا آرامش چشمانت لبریزم عزیزم، دریا از این عشق پر آواز به پای شما بریزم، تو لبتر کنی من خانوم خوب قلبم، چه خوبه اومدی و اینا شدی تو راه قلبم، دنیا با دست تو دادم، منی جون منی توی قرار منو، آتش بزن امشب دلمو، بیا و خانه نرو، احساس منی یاس منی توی بهار منو، آتش بزن امشب دلمو، بیا اینو امشب خونه نریم. ماشاءالله عشق آن شب مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود، گفته ای دیوانه لیلایت منم، گفته ای دیوانه لیلایت منم، در رگت پیدا و پنهانت منم، سالها با جور لیلا ساختی، سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی.
حسرت شکست عاشقانه با حال من دیوانه با بیرحمی زمانه با باران و حسرت نفهمیدی که تو جان منی جان که چگویم جان منی. اجرای حمید هیراد هم توی کنسرتش دیدیم. حالا یه نکته جالب تو کنسرتش داشت این بود که دف زد، یعنی خودش دف مخصوص داشت که وسط اجرا براش آوردن و حمید هیراد شروع کرد حدود یه 40 ثانیه دف زد که خیلی هم قشنگ زد و من واقعا لذت بردم از این بخش کنسرتش. با هم بریم دف زنی حمید هیراد رو ببینیم و برگردیم. امیدوارم از دفزنی حمید هیراد لذت برده باشید. با هم بریم آخرین اجرایی که توی صحنه داشت رو میبینیم و من از حضور شما خداحافظی میکنم. مرسی که ما رو تا اینجا تحمل کردید. امیدوارم لذت برده باشید. اگه کم و کاسی داشتید ببخشید بر ما. حالا ما تازه کاریم، کم کم بهتر میکنیم، فضای پشتمون رو حالا کم کم بهبود میبخشیم تا شما لذت بیشتری از فضا و ویدیو ببرید. هر خواننده دوست داشتید ما ولاگش یا اجراهاشون رو براتون بذاریم کامنت کنید. سابسکرایب و لایک یادتون نره. باز شد همه دنیای من آن دلبر تنهاست شد تو که